سلام. آیا میدونید که کارت ملی خودتون رو ظرف یک هفته میتونید دریافت بکنید؟ البته این خبر خوب برای ایرانیای خارج از کشور هست. چنانچه شما به ایران مسافرت کردید لازم هستش که کپی بلیت برگشتتون به کشوری که توش اقامت دارید، مدرک اقامتی که در خارج از کشور دارید و همچنین شناسنامه و پاسپورت ایرانیتون همراهتون باشه. ولی شناسنامه شما باید شناسنامه جدید باشه، شناسنامه هایی که طرح پاسپورت داره. بنابراین اگر شناسنامه‌تون طرح قدیم هستش، همین الان میتونید که شناسنامه‌تون رو تعویض بکنید از طریق کنسولگری ها و دفتر ما هم میتونه به شما کمک بکنه که شناسنامه جدید رو داشته باشید. ایران که مراجعه کردید بتونید ظرف کمتر از یک هفته کارت ملی خودتون رو دریافت بکنید. کجا این کارت ملی رو باید دریافت بکنید؟ تشریف میبرید میدان حسن آباد، توپخونه، خیابون شیخ هادی و اونجا وزارت امور خارجه قسمت ثبت احوال هستش که تشریف میبرید طبقه آخر و اونجا از شما عکس میگیرن، انگشت نگاری میکنن و چند روز بعدش به شما مسیج میزنن که تشریف ببرید و کارت ملیتون رو دریافت بکنید. و اگر که از ایران نمیخواید کارت ملیتون رو دریافت بکنید، قصد سفر ندارید، باید از طریق دفتر حفاظت منافع توی واشنگتن دی سی اقدام بکنید که مستلزم این هستش که حتما حضوری تشریف ببرید با اپایمنت و اونجا از شما انگشت نگاری میشه، عکس گرفته میشه و حدود 4 تا 5 ماه بعدش به شماره تلفن موبایلی که از ایران در اختیار دفتر حفاظت منافع شما دارید برای شما مسیج میاد و میتونید برید کارت ملیتون رو شخصا دریافت بکنید. وکیل شما نه توی آمریکا نه توی ایران نمیتونه کارت ملی شما رو اپلای بکنه یا دریافت بکنه. اپلای کردن و دریافت کردنش هر جفت مستلزم انجام فینگرپرینت هستش توسط مرکزی که این خدمت رو ارائه میده. من شکوفه امین هستم. اگر که میخواید اپایمنت بگیرید، اگر که میخواید شناسنامه‌تون رو عوض بکنید که آماده باشید که توی ایران براتون کارت ملی سریع صادر بشه، با دفتر ما تماس بگیرید. 818 642 72